حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين وأصحابه المكرمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارزقنا زيارة حج بيتك الحرام بعامنا هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك وقبور أوليائك. خدایا به این جمع با صفا و نورانی توفیق حضور انجام حج ابراهیمی و حج معرفتی نصیب بگردد. بین این جمع نورانی و این سفر با برکت با مرگ و مرض و سلب توفیق فاصله مینداز. عرض سلام و صبح بخیری دارم به محضر شما راهیان سفر نور و عزیزانی که راهی سفر در بابرکت بیت عتیق هستند. این سفر بابرکت در واقع عروج انسان است. یک زمان حاجی از خانه حرکت بکند و سوی خانه خدا. مرحله دوم همون مرحله است که از بدو ورود حجاج در سرزمین وحی تا همون آخرین لحظه‌ای که حجاج بزرگوار در سرزمین وحی هستند. مرحله سوم از آنجا به سوی وطن و خانهشون برمیگردند. عرفا میگن سفر از خلق به سوی حق، سفر از حق به سوی حق و سفر از حق به سوی خلق. یک زمان آدم از خانه حرکت میکنه، راهی بیت عتیق میشه. زمان دیگر زمانی است که سفر از حق به حق است. شما احرام عمره تمتع میبندید، واجبات تمتع را انجام میدهید، اعمال عمره تمتع تمام میشه، اعمال مستحبی انجام میدهید، بعد احرام حج میپوشید، مشاعر مقدسه میرید، واجبات حج انجام میدهید، تا بر میگردید باز هم مهمان حرم خدا میشید، واجبات حج شما میشه تمام. بعد چندی شما زیاراتتون تمام میشه، اعمال حج تمام میشه، شما راهی کشورتان و کنار بستگان و فامیل و خانواده محترمتان میشید. پس این است که عرفا میفرمایند یک زمان سفر از خلق به سوی حق است و یک زمان دیگر سفر از حق به سوی حق است و زمان هم سفر از حق به سوی خلق است. میاییم کنار بستگان و فامیل با چهره بشاش و در روایات اسلامی داریم که وقت حاجی از مکه خارج میشه نمره کامیابی را فرشتگان الهی میدهد و وقت خارج میشه از مرز مکه، از مرز حرم، اشاره میکنه هازا حاج. این آدم حاجی میبراید، این آدم موفق میبراید، این آدم اعمال مقبوله داره. آفرین بر این حاجی. توبهش، ندامتش، اعمالش، حجش برای رضای خداست. و یک کسی هم وقتی بیرون میشه فرشته میگه هازا لیس به حاج. این آدم به ناحق زحمت کشیده، مثل شاگردی خنبلی بوده که آمده به مکتب ولی درس نخونده ولی چیزی
نیاموخته. پس این همه که جمع ما و شما تلاش میکنیم در این سحرگاهان، جلسات درسی، پس هدف واقعی همین است که از خدای عالم بخواهیم که خدای عالم سفر ما را سفر حج، سفر ما را سفر برکتی، سفر ما را سفر معنوی عنایت بفرماید. و این کیفیت این سفر است که جای استاد گل محمدی هم زحمت میکشد در خدمت شما عزیزان قرار دارد و حمد و سوره شما را جدی سر این قضیه کار کنید. این فرصت های خوبی است، گرچه بعضی مشغله ها هست در حین سفر، بعضی کسان از جمع ما و شما هستند که به وطن رفتنی دارن، خداحافظی دارن، تصفیه حساب دارن، حساب خمسی دارن، ترتیب وصایا و وصیت‌نامه دارن. من پیشنهاد میکنم دوستان عزیز، تمام کارهایتانم با یک ترتیب خاص، با یک توجه و دقت کافی، برای که سفر حج در عمر یک بار است. این یک بار سفر حج را کیفی بسازید. آقا امیرالمؤمنین یک شمشیر زد به عمرو بن عبدالله، باز بخیر شما گروه میرید او میدان خندق هم حضوری معنوی شما در اونجا مستقر میشه. میدان خندق که امیرالمؤمنین در او میدان جنگ به عمرو بن عبدالله یک شمشیر وارد کرد. یعنی او عمرو بن عبدالله با اون نام و نشان و هیکل و قوت و جسامت و دلیری، هیچ کی توانی برخاستن در میدان جنگ در مقابل عمرو نداشت. چند بار صدایش بلند شد، حل من مبارز، کیست که بیاید در میدان عمرو بجنگد؟ پیامبرم ابلاغ میکرد کیست که آمادگی پیدا کند. او زمان جنگ تن به تن بود، قواعد جنگی نظم خاصی داشت، ولی پیامبر میدید که فقط امیرالمؤمنین آمادگی نشان میدهد در مقابل عمرو بجنگد. باز پیامبر میگفت شاید یک پهلوان دیگه، یک جنگی دیگه پیدا شد، چون پیامبر علی رو در کنارش خیلی نیازی شدید داشت و میدانست پیامبر که امیرالمؤمنین باب مدینه فاضله پیامبره، دروازه علم و اخلاص و عظمت پیامبره، او لازم بود در کنار رسول خدا. ولی باز هم میدید که از هیچ جایی صدا نمیبراید. 3 مرتبه پیامبر ابلاغ کرد، فقط علی جواب مثبت. و وقت آمد در مقابل عمرو یک شمشیر زد علی و پیامبر واقعا نگران این قضیه بود، برای فتح دعا میکرد، خدایا تمام کفر خلاصه در عمرو و تمام اسلام خلاصه در علی شده. این ضربت علی که نواخته شد، عمرو افتاد به زمین، پیامبر فرمود لقد برز الاسلام كله على الكفر كله. ضربت علی على یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک شمشیر علی، چون این شمشیر با کیفیت، هیچ حرکت علی برای غیر خدا نداشت. تمام قوای امیرالمؤمنین متمرکز بر این بود که کارش بر محور خدا باشه. کیفیت خیلی نقش داره. شما هم بر همین اساس میتونین این سفرتان کیفی بسازید. کیفی وقت آدم میتونه بسازه که تمام حرکات خود در این سفر کنترل، تمام زمینه ها را به صورت احسن انجام بده، تمام آمادگی ها را، وصیت‌نامه را وقتی نوشتید در وصیت‌نامه ننویسید دختر حق نداره، بچه فقط مال بچه باشد. اینمی اولین جفاییه که به سوی خانه خدا آدم میره و دختر حق نمیدهد، میگه شاه بخشید شاقول نداد. خدا داد حق به دختر، ولی پدری که به سوی حج میره، به سوی خانه کعبه میره، این دختر محروم میراث کرد، جفا کرد، ظلم کرد. در واقع بنویسید در وصیت‌نامه طبق شریعت اسلام و هیچگاه این نظرم در زندگی نداشته باشید. بعضی آدم‌ها هستن چال میزنن، مگه یک چال بزنم که خلاصه طرف بازی بدیم. در واقع بازی به طرف نیست، بازی دادن خود آدمه. مگه بو ریال چون حج ریم یک کارای منم امیت گپا نوشتم، پس که حج آمدم بازم گوی دل خور نوشتم میکنم. نه این کارا درست نیست دوستای عزیز. این به حج ما و شما ضرر داره. مرتکه در حج بود، در طواف توبه میکرد، میگفت خدای دیگه من توبه کردم، ولی این قصه گفته
باشه خدایا که اگر که رفتم در وطن که بچه زوار شور خورد ما دیگه حوصله نخواد بتونم ما هم شور مخورم دیگه. نه، توبه کسی مونه که واقعا با خدا تعهد مونه، خدایا به خاطر تو من دیگه کار منفی انجام نمیدم. دیروز عرض کردم اون نصیحت سال گذشته به زائرین و حضرت آیت الله فیاض خدا وجودش حفظ کنه، در حالت بیماری قرار داره، انشالله ایشان از شفای عاجل بهره‌مند باشه و همه مراجع معظم تقلید. ایشان میگفت نصیحت میگد به زائرین افغانستان، میگفت تمام تلاش شما در زندگی برای باشه که حوصله‌مند باشید، دست و پاچه نشوید، بی توجه نباشید. گفت آیت الله عظمای حکیم رحمت الله علیه تعبیر ایشون بود، گفت به پسرش میگفت پسرم اگر کسی در بازار نجف با سیلی به صورتت زد آخ نگو، حرف تلخ نگو، حرف زشت نگو، چون تو کرامت داری، آقای بزرگی و آدم بزرگ کاری تلخ نمی کنه. پس دوستان بزرگوار، شما حاجی، شما در سفر حج میرید، خیلی حوصله‌مند، خیلی صبور، خیلی معرفتی، خیلی با درک مقدمات سفرتان وجوهات اسلامی به گردن دارید تصفیه کنید. بعد برگشتن میگید ما تصفیه میکنیم، این کلوخ ماندن بین آب. آخرین توانتان در این قسمت داشته باشید، به خاطر که این فرصت امروز رو بعد سفر حج شما ندارید. هر روز که حج نیست، این حج هم به چقدر سختی ها به دست می آید. بنابراین تلاش ما برای باشه که این حج را زمینه ساختن زندگی من قرار بدیم. زندگی ما ساخته شد، دنیای ما آباده، دنیا آباد شد، آخرت هم آباده. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتگاه آخرت. پس دوستان بزرگوار، من پیشنهاد میکنم این سفر بین شخص و خدایه و این سفر به هر کس خدا توفیق هم نمیده. شما در این سفر نگید که ما ثروت داشتم، سرمایه داشتم، بچه داشتم. خیلی آدمای دنیا 10 بچه داره ولی هیچ چیزی توفیقات نداره. خیلی آدمای دنیا ثروتش طولانیه ولی توفیق حج نداره. خدا یک کس را خواست یک رقم برابر میشه، میره که خودش نمیفهمه. یگان کسایی هست که فوراً زمینه برش فراهم میشه. یگان کسی است که مشکلات میبینه در ایران ولی سرانجامش میرسه. به هر حال نفس حضور اهمیت خاص خود داره. بسیار حوصله‌مند باشیم، بسیار به این سفر دقت کنیم، هزینه قائل باشیم تا این که خدای عالم دست ما را در این سفر با برکت بگیرد و به هیچ کی توجه نکنیم، فقط به خدای عالم تمرکز داشته باشیم. شما هم صلوات عنایت فرمایید. خب دوستان بزرگوار، واجبات حج بود. واجبات حج 13 عمل واجب، واجبات حج 3 عمل قبل مینا، 5 عمل واجب در سرزمین مقدسه مینا، 5 عمل واجب در برگشت از سرزمین مقدسه مینا. فاصله مسجد الحرام تا مینا تقریبا 7 کیلومتر. 7 کیلومتر. خیلی خوب. در مسیری که از مسجد الحرام بیاید به مینا یک تونل، این تونل محبس الجن، نزدیکترین راه حرم به مینا مسیر محبس الجن و این مسیر از زیر کرد شده تونل داره. این تونل شما در موسم حج پیاده میرید و میایید، تقریبا 15 دقیقه از این سر تونل تا اون سر تونل پیاده روی که اینطور بریم این تونل طی میکنیم. یک 20 دقیقه دیگر هم از دان تونل که حک کنیم دیگه تا جمرات میرسیم. این تقریبا 35 دقیقه نهایت 40 دقیقه پیاده روی از مسجد الحرام تا جمرات، تا اول جمرات. حالا خیمه مینا در کدام قسمت مینایه باز بود دیگه گبه. خیلی خوب. مهم وارد شدن به سرزمین مینا هست. یک نفر به خاطر بیت
در اولی مغرب وارد شد در مینا، اونم اونجا نیت خود میکنه که بیتوته میکنه. دیگه این نیاز نداره که بگم ما باید برم در خیمه خود برسم وقت نیتی بیتوته کنم. خیلی خوب، فاصله از خانه کعبه تا به مینا 7 کیلومتر. 7 کیلومتر. این هم از نظر پیاده روی. مسیرم گفته شد مسیر محبس الجن از حرم که بر میشیم. این مسیر با شما زیاد انشالله بلد میشه. قرار گزارش واصله امسال حجاج افغانستان در 3 بخش مکه مکرمه اسکان برش در نظر گرفته شده. یکی از این مکانها محبس الجن. محبس الجن جای خوبیه. چند سال پی هم حجاج افغانستان و حجاج جعفری ما شما در محبس الجن. اگر امسال هم عماره شما اونجا باشه جای انصافا جای خوبی است. سلام علیکم و رحمت الله. محبس الجن این یکی از جاها. جای دیگه یک جای معابده نام داره. معابده یعنی مسیری که به محبس الجن بیا و به معابده بیا، مسیر محبس الجن تونله، همیشه موترش هم از تونل رفت آمد میکنه. و در مسیر مینای معابده هم که است از مسیر جنت المعلا بیا، از الجمیزه تیر شده منطقه المعابده. این هم از نقطه نظری که یکی از خوبی های این اماکن و این منطقه ها اینه که روزی که حجاج از مینا خارج میشن به فرصت زود خود میرسانه به اتاقیش. میتونه یک لحظه بره اتاق خود استراحت کنه، بره به مینا، یا از مینا هیچ مثلا نیایه. وقتی در حین خروج این که سیل ازدحام حرکت میکنه از مینا، نفسی خارج شدن از مینا سختی های خود داره. اینی خاطر جای نزدیک، اتاق نزدیک یک خودش یک خلاصه مهم، یک کار مهم و یک بستر خوبی است. یکی از امتیازات هست. خیلی خوب. و قسمت سوم منطقه رعبخشه. رعبخش که است سمتی از رکن یمانیه، یعنی از رکن یمانی که برش به استقامت رکن یمانیه، جنوبی خانه کعبه به حساب. اما اینی قسمت های محبس الجن و معابده اینا به سمت شرق و شمال شرق خانه با عظمتی کعبه هست. خیلی خوب دوستای بزرگوار، اعمال حج، واجبات حج 5 عملی که در مینای رمی جمر عقبه بود، قربانی بود، حلق یا تقصیر بود، بیتوته 2 شب در مینا بود، رمی جمرات سیگانه در روزی 11 و 12 بود. اینیا 5 عمل در مینای. سوال، حاجی اول کل اعمال مینا را خلاص میکنه میآیه به مسجد الحرام یا نه قسمی از یک قسمت از واجبات مینا را انجام میده میآیه به مسجد الحرام برای طواف؟ جواب چیه؟ جواب اینه حاجی مخیره. دقت فرمودید؟ حاجی مخیره کل اعمال مینا را خلاص کنه، جمره عقبه را در روز عید زد، قربانی را در روز عید انجام داد، حلق یا تقصیر در روز عید انجام داد، شب 11 و 12 را هم بیتوته کرد. درسته؟ روز 11 و 12 را هم جمرات سیگانه را به مو ترتیب اولا و وسطا عقبه با 7 ریگ هر کدام رمی کرد. فرا رسید روز 12. در روز 12 قبل از ظهر حق خروج دیگه نداره، باید صبر کنه. بعد زوال گروه بعد زوال برموشن. از مینا که برموشه کجا میره؟ مستقیم به اتاقش میره، نه به حرم. لباس ها چیه اون زمان؟ دوخته. همه که حاجی سر خود حلق کرد، بی حاجی تقصیر انجام داد، دیگه از محرمات احرام بیرون میشه، جز بوی خوش، جز شکام، جز مسائل جنسی. دیگه همه چیز بر حاجی میشه چی؟ حلال. خیلی خوب. پس حاجی در اون مینا یک قسمت حجاج نظر به امو وظیفه شرعیشون که دارن در امو روز اول احرامیشون برداشته میشه، با لباس دوخته میشه. یک قسمت که اگر ما اختلاف پیدا کرد، مخالدین آیت الله اسمای فیاض، مخالدین آیت الله اسمای وحید، مخالدین آیت الله اسمای
محقق کابلی کسانی که قربانیش در کابل، اینا با احرامی خود شب اول میمونن، در روز 11 سعودی اینا قربانی خورن انجام میده و حلق و تقصیر خور انجام میده. خیلی خوب، پس در روز 12 بعد زوال این گروه آماده میشه، حرکت میکنه، میه به مکه به اتاقیش. به اتاق که آمد خلاصه استراحت میکنه، حمام میکنه، لباسی خب پاخوره میپوشه، شب میره به مسجد الحرام. برای چی؟ برای طواف حج. دیگه در طواف حج او داشتن احرامی و اینا لازم نیست. لامه لباس دخترانی. خیلی خوب. قبلا در درس ها گفته شد که وقتی بوری در اونجا تو رو در مطاف اصلی نمگذارن. این محدودیت هم بگیم وجود نداره. برای چی وجود نداره؟ بعد از عید که شد کلگی با لباسی دختر، دیگر لباس احرامی وجود نداره. هر که طواف واجب داره، هیچ کدامش با لباس احرامی نیست. پلیس هم مفهمه دیگه که اینا طوافی واجب داره. همه دروازه ها برای حجاج بازه، مورا طواف واجب خود انجام میده با لباس دختر. بعد نماز طواف 5 واجب در مسجد الحرامه. 5 واجب. اولین واجبی که بعد از برگشت مینا هست چیه؟ طواف حج. اولین واجب طواف حج. دومین واجب بگیم نماز طواف. سومین واجب سعی صفا و مروه. چهارمین واجب طواف النساء. پنجمین واجب نماز طواف النساء. نماز طواف النساء هم که خواندی حجت میشه چی؟ تکمیل. این دوستا بر فرضی بود که یک حاجی کل اعمال مینای خورد چی مونه؟ تمام مونه، یک رو برمیگرده به مکه. اما یک تعداد از حجاج هم متوجه اعمال مینای و هم بیاید چی کنه؟ اعمال حجش در اینجا انجام بده. خیلی خوب، این نکته رو حالا بگیرید. بعضی ها در روز عید به مجردی که رمی جمره عقبه را زد، بعد دنبال قربانی میبره، قربانی خوره، قربانی کرد، فوراً دمینا سر خور حلق کنه، راهی کجا میشن؟ مسجد الحرام. برای چی؟ برای طواف حج. خیلی خوب، میای طواف حج انجام میده. اهل سنت در مسجد الحرام که برمیگرده چند واجب داره؟ اگه گفتین 3 واجب داره. یعنی یک طواف حج، یک نماز طواف، یک هم سعی صفا و مروه. اونا طواف النساء و نماز طواف النساء نه میشناسن و نه اینا را انجام میدن. اهل سنت هم گفتم. ولی ما و شما 5 عمل واجب داریم. خیلی خوب. پس اهل سنت تلاش اعظمیش بر اینه که کوشش میکنه اکثریت چی؟ خودم میرسانه به مسجد الحرام در روز عید، طواف حج در روز عید انجام بده. اما گروه‌های ما و شما بعضی ملاحظات داره. ملاحظات چیه؟ ملاحظات چیه که چند قربانی شده اینجا، چند دیگه برادر موضوع مایه، تغییر هلال، این گپا. باز به اینی لحاظا گروه‌های ما در روز عید طواف حج را در روز عید انجام نمیده. خب باز 2 حالت داره. یا روز 11 میاین طواف را انجام میده، روز 11 بسیار خوبم میتونه انجام بده. کسی که بخواد طواف حج را در این جریانی اول انجام بده، در روز 11 وقتی که گروه آمد برمی جمرات، جمرات 3 رو که زد، اولا، وسطا، عقبه نزدیکترین جای رسیدن به کجایه؟ به مسجد الحرام. خیمش هر نقطه مینا که باشه به جمره میه. جمره اولا را میزنه، جمره وسطا را میزنه، جمره عقبه را که زد، این زمین دامنه عقبه راه خروجه. خروج به سمت کجا؟ به سمت مسجد الحرام. طریق عمومی، راه عمومی به سوی مسجد الحرام. بعد بیایه برادر عزیز به مسجد الحرام. البته گروه باید بیایه. این تو یک پراگنده نه. به خاطر که مسیر راه را گم نکنه، کارهای را درست انجام بده، تعداد برمیگردن در روز 11 میآیند در مسجد الحرام، طواف حج را انجام میدن، نمازش را میخوانن، سعی صفا و مروه را انجام میدن.
بعد میبینه که طواف النساء و نماز طواف النساء چون حرم مملوئه، یعنی طواف انجام داده و سخت طواف کرد. بعد میبینه که والا این طواف النساء و نماز طواف النساء اگر انجام ندیم اشکالی نداره. دوستان این نکته را داشته باشید، چند عمل باید در کنار هم انجام شد. یک، طواف حج که انجام شد فوراً باید نماز طواف. این دو باید بلا وقت انجام شد. البته یک نفر اگر طواف خود تمام کرد، یک دفعه یک رفیقش گم شد یا رفت یک دور زد دور خانه کعبه را، چون طوافش خود تمام شد دیگه، 7 ساعت پوره شد، یک گردش کرد رفت پس آمد پشت مقام. حالا سوال، آیا فاصله شده اگر بیان نماز بخونه؟ نه. چی فاصله شده؟ یک دور زده دور خانه کعبه، به خاطر یک کار برگشته فورا نماز خوره، حالا بخونه نماز دار خوره. این قدر فاصله نیست. یا یک نفر آمد پشت مقام، یک دفعه قرآن شریف گرفت قرآن خوانه، 3 4 5 صفحه قرآن تلاوت کرد. آیا این فاصله شد بین طواف و نماز؟ نه، این فاصله نیست. یک نفر آمد از طواف برآمد، از مطاف خارج شد، خیلی تشنه بود، گفت اول باید او بخورم، رفت او پیدا کرد در گوشه مسجد الحرام، او زمزم خورد، اما پشت مقام که نماز بخونه. آیا فاصله شد؟ نه، فاصله نشد. فاصله اینه که طواف که انجام دادی، بور شوی بوری در بیرون مسجد الحرام یک لحظه بگردی یا یک غذا یک جای بخوری، پس برگردی. این میشه فاصله. بین طواف و بین نماز باید فاصله صورت نگیره. این یک نکته. بین طواف و نماز که انجام شده و سعی صفا و مروه باز هم باید فاصله صورت نگیره. اگر یک نفر آمد طواف انجام داد، نماز انجام داد، دیگه خسته ایم، این سعی صفا مروه طولانیه دیگه، خیلی خوب، این انجام نمیده، مرم به مینا، سبایش که آمدم باز سعی صفا مروه انجام میده. سبایش که میبینه که ما طواف و نماز انجام دادیم ولی سعی انجام ندادیم، وظیفه از این آدم چیه حالا؟ از سر بگیره. از کجا از سر بگیره؟ از طواف از سر بگیره. بین طواف و نماز طواف، بین طواف و نماز و سعی صفا و مروه فاصله نباشه، یعنی در کنار هم امتداد هم انجام شد. البته یک فاصله هایی که یک نفر پشت مقام بعد نماز یک جز قرآن تلاوت کرد، یک جز قرآن تلاوت کرد، این فاصله نیست. این واجبات طواف، نماز طواف، سعی صفا را یا در روز یا در شب پشت سر هم انجام بده خوبه؟ احسن، فرق نمیکنه این رو روز انجام بده یا شب انجام بده. البته شب یک گپ داره، یعنی شب ایش گپ سری ایه که ما در روزها و شب‌هایی هست که ما در مینا اعمال داریم. یعنی بیتوته در مینا یک از واجبات حج ماه. ما طوری طواف خود انجام بدیم که ما بیتوته مینا را ترک نکنیم، برسیم. ولی یک نکته هست اینجا، بیتوته مینا کل شب یا نصف شب؟ نصف شب. یک نفر آمده در نماز مغرب در مسجد الحرام طواف حج خود انجام میده، بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشا نمازی طواف انجام داد، نمازش خوان، رفت سعی صفا و مروه انجام داد، فوراً باید حرکت کنه، خود در نصف شب در اول مینا باید برسانه. اگر نرسانه سریش یک گوسفند کفاره. فهمده شد؟ از خاطر بیتوته. از خاطر بیتوته. بیتوته نصف شب، یا نصف اول یا نصف آخر. اگر یک نفر از اول غروب در مینا بود نیت کرد تا نصف شب سپری شد، ساعت 12 شب شد، 12 شد از مینا پر شد، اما در مسجد الحرام طواف انجام داد، هیچ اشکالی نداره. هم بیتوته را انجام داده، هم آمده طواف را انجام میده. یا کس اول رفت طواف را انجام داد، حالا طواف بهتر در روز 11 بیا ظهر و بعد از ظهر این ساعت ها طواف را انجام بده. اما بیتوته را اولی اذان مغرب در مینا نیت کنه و کل شب نیت کنه. این ارزشش خیلی بالا هست، به خاطر که طواف که اصلا یک عمل نیه که تو حتما در اینمی ساعت انجام بدی. وقتی وسیع داری، روزی که انجام دادی، روز 11 انجام دادی، شب 11 انجام دادی، روز 12 انجام دادی، شب 13 انجام دادی، هیچ گونه محدودیتی در اعمال طواف نیست. 13 ختمی باید انجام بدی. نه، تا 13 انجام بدی، 14 انجام بدی. طواف النساء یا آغاز متوالی نیه؟ نه،
طواف نسا با نماز چی هسته؟ نه باید احسن. یک کسی آمد در مسجد الحرام طواف حج انجام داد، نماز طواف خواند، سعی صفا و مروه انجام داد، بعد به در رفت در مینا. اعمال مینا رو خلاص کرد. بار دیگه که آمد در مسجد الحرام طواف نسا و نماز طواف نسا رو انجام داد. هیچ اشکالی نداره. آیا استاد باز کسایی که سکوت نظام داره و چند نماز میشه؟ آفرین. یه هم سوالی بدی میاد. یا بعضی ها میگه که این مرد طواف نسایه، این خانم که خودشی از جمله نسایه، او دیگه طواف الرجال میاد که نه، یا اوی خواه. این سوال خوب دوستای بزرگوار. طواف النساء بر شیعه واجبه. بر شیعه اهل سنت باور به طواف النساء نداره. طواف النساء بر شیعه واجبه. همین کسی که محرم شدی به احرام حج یا بگیم به احرام عمره، نه به احرام عمره مفرده طواف النساء بگردن تو واجبه. احرام حج، احرام عمره مفرده. فقط احرام عمره تمتع طواف النساء و نماز طواف النساء طواف محرم شدی به احرام حج طواف النساء صد واجب. محرم شدی به احرام عمره مفرده باز هم طواف النساء و نماز طواف النساء میشه صد واجب. اینمی چون تو محرم شده یکی از واجبات اینمی عمل تو که عمره مفرده یا حج تمتع، یکی از واجبات تو طواف النساء و نماز طواف النساء. تا را انجام نداده مسائل جنسی بر تو حلال نمیشه. البته آشتای بزرگوار این نکته هم داشته باشیم، انجام طواف النساء یا ترک طواف النساء به حج ضرر نمیزنه. یک نفر رفت حج انجام داد، همین طواف النساء و نماز طواف النساء را انجام داد، برگشت به کشور. شاید هم میتونم شود. بله شده، ما میاد برام شده. خیلی خوب. اینمی آدم حجی صحیحه، حجی هیچ اشکالی نداره، ولی مسائل جنسی برای اینمی آدم چیه؟ حرام. مسائل جنسی برای آدم حرام. خیلی خوب. راه حل از چیه؟ اگر یک کسی چنین کار شود، یک شخص را نائب بگیره که او بره طواف النساء و نماز طواف النساء را انجام بده. وقتی نائب انجام داد، اون مسائل جنسی هم برای آدم میشه چی؟ حلال. سالی بعدی یاد بسن هر در وقت اجوره میکنن. جواب یا جواب رو نگفتیم. آره هم میرسم به جواب. یعنی طواف النساء از جزء واجبات حج در واقع نیست. این از واجبات هست. به خاطر چی؟ به خاطر که مسائل جنسی بر حاجی حرام شده، تا این انجام نشود این حلال نمیشه. این در اجوره میشه حلال شد. بله با این نیت طواف النساء و نماز نایب انجام میده، یا خودش یا نایب. خیلی خوب. پس شخصی که برای جا نگفته که زمان طواف النساء را امرو که نایب میگیری و هر وقتی که انجام بده مشکل نداره، نه. زمان خاص داره. آره نه زمان خاص باید نداره. چیز باشه. او بعد حج دیگه. اجوره میشه. بعد حج و چیز بهترش تا اینمی ختم ماهی ذوالحجه. خیلی خوب. آجای بزرگوار آجا پرسان کرد که خب یک کسی که دو خانم داره، طواف النساء برای یک خانم و دو خانم نیست، یکی یک خانم داره یک طواف النساء انجام میده، یکی سه داره سه دفعه بره، یکی چهار داره چهار. او که نرید انجام نده. نه، طواف النساء به خاطر حرمت مسائل جنسی که اگر انجام داده حلال میشه. خب این مخصوص مردان هم نیست، خانم هم طواف النساء بگردن چی؟ هسته. آیا خانم طواف النساء را طواف الرجال میاد که نه؟ چون اون مرد بر چی باید حلال شد؟ نه، نامی طواف النساء. طواف النساء، انجام طواف النساء هم بر مرد محرم در احرام حج و عمره مفرده واجبه، هم در خانومی که محرم میشه. خب یک کسی نائبه شخصی دیگه. خیلی خوب. آیا این حرمت نساء این عمل انجام میده برای شخصی دیگه؟ یک کسی جای پدر خود نائبه، یک کسی جای یک کسی دیگه نائبه. خب این که اعمال حج انجام میده، خب بدی از او منوبعن هست. خب مگه من طواف النساء انجام نمیدم؟ یا مثلا اون کسی که منوبعن چه متوفایه، خب مگه وید مسائلی
نسایی نداره دیگه، فوت شده. نه، این حرمت نسا بر شخص نائب بار میشه، بر شخصی نائب، نه بر شخصی منوعن. منتها در نیت این دقت داشته باشه، در نیت نام منوعن بگیره. اینا می‌بریم سر نیت دوستان. نیت همه 5 عمل واجب. خب عمل واجب، اولین عمل واجب در برگشت از مینا طواف حجه. طواف در کجا نیت میشه؟ در محاذی حجه نیت میکنیم 7 شو طواف میکنم از جهت حج تمتع از حجة الاسلام واجب قربتا الی الله تعالی. همه بگیم 7 شو طواف میکنم دور خانه کعبه از جهت حج تمتع از حجة الاسلام واجب قربتا الی الله. طواف انجام شد، میایم در پشت مقام و اتخذ من مقام ابراهیم مصلا. دومین عمل واجب در بعد از برگشت مینا نماز طواف. 2 رکعت نماز طواف میخوانم از جهت حج تمتع از حج الاسلام واجب. کسانی که نائبه به نیابت از مرحوم فلانی نامش بگیرن واجب قربتا الی الله تعالی. خیلی خوب، این 2 عمل واجب. عمل سوم که بعد از برگشت مینا در مسجد الحرام است رکوع صفا. دوستا شما یک سوال کنم، آدم وقتی سر کوه صفا قرار میگیره حینی که میخواد نیت کنه، آیا در این نیت صورتش به سوی خانه کعبه باشه بهتره یا صورتش به سوی کوه مروه باشه؟ کوه مروه. نه با سوی خانه کعبه. نه، این 2 نظر. دیگرها چی میگن؟ کوه مروه. نسوی مروه باشه. مروه باشه. دیگر آجی صاحبای بزرگوار اونجا کوه صفایه، اونجا که استاد چی؟ او صفا. این مروه او خانه کعبه. مثل دست چپ رو نگاه کنی خانه کعبه این قسمت رکن یمانی معلوم میشه، این رکن یمانی. خیلی خوب، در حین که آدم نیت میکنه آیا به کعبه نگاه کنه، صورت به سوی کعبه کنه نیت کنه یا به سوی کوه مروه؟ مادرها بگید زیارت خانه کعبه یا نه؟ کوچی زیارت دیگه؟ اگه از خاطر زیارت کعبه را نکنه، اگه از خاطر واجبه که این میخواد کجا را سعی کنه؟ بینی صفا و مروه. دیگه کاری حالا به کعبه. البته دوستای عزیز از طواف و نماز طواف که بور میشین سر کوه صفا میرسین، نرسیده به صفا. این کوه صفا یک بلندی داره، همین جایی که بور میشین نرسیده به خود بلندی، اینجا یک جای دعای مخصوصه، در آداب هم آمده. آجی رو میکنه به سوی خانه کعبه، یعنی در حالت که پشت به صفا میشه رویش به طرف خانه کعبه میشه، یک دعا میکنه، حاجت رو از خدای عالم میخواه، حوایج مخصوصه اینجا خواسته میشه. بعد میره بالا کوه صفا آماده نیت میشه، اینجا صورت رو طرفی مروه میکنه. چون وقتی آدم نیت کرد واجبه که از صفا میره به مروه، صورت رو به کدام طرف بشه؟ مروه. اینی که آدم آماده نماز میشه پیش از خویی سو رو نگاه میکنه، او سو رو نگاه میکنه، همین که آماده میشه تکبیرت الاحرام نیت. درسته؟ رو به سوی خانه کعبه. در عمل سعی واجب حج. وقتی سر کوه صفا آماده شدی که عملی سعی به عنوان یک واجب انجام بدی، متمرکز به مروه نگاه کن، صورت به سوی مروه آماده نیت میشین. 7 شوط سعی میکنم یا 7 دور سعی میکنم بین صفا و مروه از جهت حج تمتع از حجة الاسلام واجب قربتا الی الله تعالی. نیت میریم همگی 7 دور سعی میکنم بین صفا و مروه از جهت حج تمتع از حجة الاسلام واجب قربتا الی الله تعالی. کسایی که حج دومین بار شیان و حجة الاسلام نمیتونه بگه. کسی که حج نیابتیه ادامه از این فورا بگه به نیابت از مرحوم
نام فلان شخص خانم آقایان نامش را میگیره. خیلی خوب. سعی صفا و مروه هم تمام شد، یعنی آغاز شد رفت به مروه. واجبات سعی شما میدانید. واجبات سعی میه یکیش نیت از واجبات سعی، یکیش نیت. دو، وقتی از صفا موری به مروه باید به صورت رو به مروه بری. قد پشت اگه بری، قد بغل اگه بری درست نیست، سعی تو باطله. اگر یک زمان به اختیار به پشت رفتی، به پهلو رفتی، خدمت شما عرض کنم رای حل چیه؟ رای حل تدارکه. یک کمی عقب گرد کو، هر قدر هم ازدحام باشه در مسعا یعنی سعی صفا و مروه امکانی برگشت وجود داره. رقمی طواف وری نیست. خب به صورت برو. اگر یک کمی مثلا صورت تو گشت، این طرف نگاه کردی، این طرف نگاه کردی، این اشکالی نه. منتها مستحب امیه که یک آدم مثل نماز متمرکز باشه، از صفا شروع میکنه، غرق معنویات بشه، دعا میخوانه، عشق داره، دیگه به هیچ چی فکر نمیکنه، به خانه فکر نمونه، به زندگی فکر نمونه، حتی تلفن خود قطع میکنه. سال گذشته یک حاجی در افغانستان، خلاصه اگه نام بگیرم اکثر شما میشناسید، اینجا خیلی اقتصاد داره و ثروت داره، اما همین آدرس های همه را لغو کرده بود به خاطری که میگفت که همینا نباشه بهتره، من بتونم خلوت با خدای عالم کنم. من خیلی از این کارش خوشم اومد. یعنی خیلی کسا دمو این عمل واجب مامو کار ضرور خره، یک دفعه زنگ میه بعدش که او برادر اینی کار چه رقم باشه، او دیگه به یک گوشه ما رو شروع میکنه سر کارباری دنیایی. بعدن بهترین کار اینه که این لحظات مخصوص، این لحظات با خدای عالم. و من یک روز پیشنهاد کردم که من هم مسئله اعلان میکنم، همین گروه که میقات در جایی که احرام بسم ابلاغ میکنم که حاجی صاحبا یک فیصله قومی کنی قبولن، بین که دیگه همین تلفن خود تا که همین عمل خلاص نشده هر دقیقه همین تلفن خود بر نکنید، نکشیم که فورا عکس بگیریم. یگان دفعه سعی میکنیم در یک جای قرار میگیریم، این هم عکس میگیره، او هم عکس میگیره، اما تو نفری که استاد چه دیگه او هیچ کس نیه، هر کس از یک گوشه داره عکس میگیره. خود نفس عکس گیری در این اعمال واجب همو اخلاص و همو معنویت عمل سبوک میکنه، توجه را برطرف میکنه. همه باید متمرکز سری معنویات باشه. خب بعضی آجی ها میگه برادر مو دیگه دوی قدر بخیری که مو یک عکس هم در مسجد الحرام نگیریم. نه، فرصت برای عکس با همین لباس احرام خیلی خیلی زیاد داره. یک قدر عکس بگیرید که خلاصه باز نیاز به حافظه تلفن پیدا کنید که خلاصه بروز رسانی کنید، مموری بگیرید. اینا دوستای بزرگوار، سعی صفا و مروه واجبات نیت، وقتی به مروه میری با صورت بدن، با همین جهت پیش رو بری به مروه، به صفا با جهت پیش رو برگردی. دیگه واجبات چیه؟ آغاز از صفا، ختم به مروه. داشتن وضو، اینا از مستحبات، از آداب و پاک بودن لباس، اینا از مستحبات، از واجبات نیست. ولی یک حاجی اگر دمی اینی که سعی صفا مروه میکنه وضو نداشته باشه، آدم خوش آدم از او خیلی نمیاد. سعی حاجی قدر بی‌توجهیه که گفتن این وضو شرط نیه، شرط صحت نیه، و هم فوراً دیگه بی وضو شروع کرده. نه، باید با وضو باشه. گشتن چه سمت چپ کنه یا سمت راست؟ پس که همین که در کجا؟ صفا در مروه رسید. صفا در مروه رسید. نه. یعنی کل چیم به سمت چپه، طوافم به سمت چپه، سعیم به سمت چپه. آفرین. البته دوستای عزیز، در چی رقم هست؟ هیچ اشکالی نداره. مثلا اتروی روزمای سیستانی فتوش مدید و من روزمای فریاس اگر از یک مسیر بوره، مثلا اینطور فرض کنیم که اینجا مثلا کوه صفایه، اونجا کوه مروه، یک رفته یک آمده. خب وقتی اینجا صفایه، از او قسمت مورا به مروه، از این قسمت برمیگرده به صفا. یک قسمت دیگه در این وسط وجود داره. این وسط قسمت دو تقسیم شده، یک رفت شده، یکی برگشت شده. در واقع در قدیم او سمت بیرونی نبوده، او سالون کلانی که از صفا رفته به مروه اون نبوده. قدیمیشی اونجا بازار بوده.
کسایی که سعی میکرده در کنار چی دکان بوده، از بین دکان ها سعی میکرده. حالا دیگه دکان وجود نداره. این سالن مسعود در 3-4 طبقه جدید ساخته شده. یک تاکو داره، یک همکف داره، یک بالایی داره و یک دیگه هم فوقانی داره. آیت ما فیاض میگه سعی اشکال نداره، از همکف کنی، از بالایی کنی، از بالاتر کنی. آیت فیاض سایر مراجع نظام تقلید گفتند هوا فقط از کجا بشه؟ همکف بشه. خب آیت الله عظمای سیستانی سری مسائل کمی نظرشی جدی‌تره. ایشان میگه که اینمی مسعای جدیده که از صفا مرید به مروه دست راست قرار میگیره، رفت از صفا به مروه. در صورتی که اینی بین دو کو صدق نکنه بهتره تو یا از تاکو سعی کنی که تاکو فعلا بسته کرده، یا نه از ایشون سوال شده این زمین رفتی که از مروه میه اگه یک نفر گوشه از این طرف بوره، از هم یک مسیر بوره به اونجا باز برگرده، اینمی مسیر هم بوره هم برگرده. از یک مسیر گفته چطوره صحیحه یا نه؟ صحیحه، هیچ اشکالی نداره. یعنی در مسعى اینطور مهم نیه که تو بوری شکلی دوروری باشه، نه از همون مسیری که بوری باز از اونجا برگردی باطل نمیشه. ولی یک چیه؟ راه نخواد باشه مردم رفت. آره یک چیز است، نه راه است. ما دیدیم همین تو کسا منتها این خلافی نظمه، این خلافی قانونه، خلاف قانون حاکم بر حرم. اگر یک نفر تنهایی خوب بشه همزیر مسیر رفت مروه به صفا، چون مسیر داخلیه نه، مسیر برگشت مروه به صفا طرف داخل حرمه دیگه، اینجا صفایه، اونجا مروه، اینجا خانه کعبه. خیلی خوب این مسیر بیرونیه، به خاطر که از اون بیرونی نره خلاصه از اینمی داخلی هم بور از اینجا هم برگرده، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. منتها جلوزمای فیاض نظرش اینه، بگه برادر از اون مورید دلید، از این مورید دلید، از این مورید دلید، مقصد خلافی نظم و ترتیب نشوه، یک وقت تو رو پلیس به یک مشکل نگیره. و مخصوصا کاروان دیگه باز پلیس اجازه نمیده که همزی هر جایی که میدید تو شد خلاصه بوری، بلکه اون از مسیر رفتیه، از مسیر برگشتیه. خواهی بود در رابطه با سعی صفا و مروه. طواف النساء و نماز طواف النساء هم از آخرین واجبات حج تمتع که با انجام طواف النساء و نماز طواف النساء اعمال حج میشه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسین محترم باز مثلا شاید در بین ما نباشه، بازم مشکلات هست. بعضی وقت نمازش درست نیست، هم تو کراتش درست نیست. آیا در طواف در نماز طواف النساء شرط است نایب بگیره یا در طوافی که واجبی حاجی صاحبای بزرگوار کسی که قرائت حمد و سوریش گفتی درست نیست. خواه قرائت حمد و سوریش که درست نیه نائب در نمازه، نه در طواف دیگه. نه در کدام نماز طواف النساء یا نماز این نمازی حج هم واجبه، نمازی طواف النساء واجبه. در هر دویش باید نائب بگیره. نگفتن هم نه یک بله جا. آیت الله سیستانی تو گفته اگر یک کسی قرائت حمد سوریش درست نیست، آجای استاد گل محمدی هم سرش فشار آورده ولی نشده، مگه بهتره که وقتی که پشت مقام رسید هم دو رکعت نماز طواف رو بخونه. حجی یک نفر بازم که از ما بیخی قد قوله من نمیخوانم قرار میشنم اینجا تو بخوان، این کار درسته. خود به هر شکلی که هست بخوان، این جای خود هیچ کس نمیگیره. احتیاج چون که نایب بگیره، مخصوصا بعضی آدما که هستن خلاصه نیاز به نایب داره. تو لازم سیستانی میگن کسی که قرائت حمد سوریش درست نیست، دور که نماز طواف که خون فورا قرآن شریف بگیره، یک 3 صفحه قرآن هم، البته 3 رو من نگفتن، یک کمی یک مقداری قرآن تلاوت کنه. حالا یک سوره میخونه، یک صفحه میخونه، چند آیه میخونه، اون نظر بمون وقتیش بلا جا بیسته. شما فرمودید که برای انجام اعمالی که در مینا و مسجد الحرام است روز 10 و 11 و 12 اختیاری است. بله. و دو حالت بود، یکیش بود که تمام مینا اعمال خلاص میشه بعد بره و اعمال مسجد الحرام یکشون گفتیم مختلط میشه. بله. کی مهل میشن؟ همین آدمی که مختلط بعد از انجام کدام عمل مهل میشه؟ احسن.
تو چون در روز جای استاد ابراهیمی که برآمدی اونمی قسمت بعد از ما برآمدن شما صحبت شد و او بعد حلقه همه حلق که انجام میشه حلق در مینا در روز عید یا در روز 11 عید یا 11 که میگم روز 10 یا 11 به خاطر وظیفه از ما شما چون متوجهیم که یکی مخالفه کیه و اینا عید یا یک روزه یا دو روزه و اینو میخاطر میگم و الا اگر نه عید که یک روز شبه کلگی در روز عید چی میشه؟ محل میشه. اینمی که رمی جمر عقبه زده شد وظیفه بعدی قربانی انجام قربانی یا در کشور یا در مینا یا در وادی محصر که جنب میناه قربانی انجام شد آجی در خود مینا در سرزمین مینا فرق نمیکنه در کجای مینا در منطقه جمرات در منطقه خیمه خود در یک مسیر راه رو حلق انجام میده حلق یا تقصیر امی که حلق یا تقصیر انجام شد آقای خانم حاجی وقت حلق یا تقصیر انجام داد پس چی میشن؟ محیل فورا لباس دختر برای میشه چی؟ حلال فقط چیزی که باقی ممنه 3 چیز باقی ممنه یکی مسائل جنسی که تا طواف النساء و نماز طواف النساء انجام نداده برش حلال نمیشه یکی بوی خوش که تا سعی صفا و مروه انجام نداده بوی خوش حلال نمیشه یکی شکار که تو اعمال را انجام نداده شکارم بعد سعی صفا و مروه خب این اعمال که خلاص شد دیگه کل محرمات 20 چندگانه برای حاجی میشه چی؟ حلال پس اولین حلیت هست حلق یا تقصیر شروع میشه استاد اینو فهمیدم شما روز 10 حلق شد محل شد بیتوته مینا باز چی رقم شد؟ احسنتم دو شب بیتوته بیتوته آقای ابراهیمی نصف شبه واجب شد حالا یک نفر این اکثریت حجاج مینا را تمام کنه یک رایی میه اکثریت حجاج از ما سالهای گذشته روال می بوده اما یک تعداد گروه‌های جوان یه فرق مونه بین جوان و کهنسال مثلا این مادر چی نیازه که ما و شما از مینا هی کشانده بیاریم به حرم طواف انجام بدیم نماز طواف انجام بدیم سعی صفا و مروه این شاید زوف کنه این باز باید برگردانیم به مینا برای بیتوته نه بگذار که اینمی کهنسالا باشه در مینا خیلی خوب وظایف مینا تمام بشه بعد که آمدی به اتاق راحت هر کار با اون مرحلیشه به اون زمان چی انجام بشه یعنی بیتوته مینا 2 شبه و این زمان بیتوته از مغرب تا فجر واجب نصف شبه چی رقم پیدا کنیم این دیروز بعد شما گفته شد که از غروب شمس از استتار قرص تا طلوع فجر اینمی محدود در تقسیم دوست ساعت 11:15 شد 11:30 شد هر چند شد از معیار از استتار قرص از غروب آفتاب تا طلوع فجر که زمان نماز صبح روا میشه این که تقسیم کردیم اون وسط جای نصف شب نصف اول تو بیتوته کردی ده نصف دوم ملزم نی نصف دوم بیتوته کردی از اول نصف دوم باید بشی نصف اول الزام نداره اما اردویش را بودی در مینا نورون علی نور استاد فرض کنید روز 10 حلق شد یا شد محل بله بعد همین اعمالی که بعد از این انجام میشن چی در مسجد الحرام چی بیتوته اینا با لباس احرامی احسن امی که تو تقصیر حلق انجام دادی این لباس احرامی از بدن تو شد خلاص تو بعد حلق و تقصیر فورا موری به حمام مینا هر خیمه از خود حمام داره به حمام میری آب میگیری دیگه اونجا خود تو صابونی چی نداره دیگه میتونی صابون بچه صابون کودک استفاده کنی که بوی خوش داره چون بوی خوش بر تو باقی مونده موری آب میگیری خلاصه بدن خوره پاک میکنی لباس دختری رو اونو زمان جمع پوشی وقتی از حمام برآمدی دیگه تو کاملا با لباس دختری طواف حج تو با لباس دختر انجام میدی نماز طواف تو با لباس دختر انجام میدی سعی صفا و مروه تو با رفت آمدی اتاق و کاملا دیگه احرامی میشه خلاص احرامی از زمین که جمع میشه تا که عین تا چند روز بعدی که واسه آمادگی عمره مقدره فهمده شو؟ خب به احترام حاجی صاحب که پاس هم تا جلسه ختم کنیم دیگه موضوع باز نگه که رفته و توصیه نداره یک کس دیگه هم ناوقت میه
از سویدای دل 10 مرتبه یا الله 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 یا الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اصلح ديننا ودنيانا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اله لا تكلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. خدایا دستهای گدایی ما را از درگاه کبریاییت خالی بر مگردان. این جمع را توفیق حضور معنوی در مسجد الحرام سرزمین با برکت وحی نصیب بفرما. خدایا ما را یک لحظه و آن به حال خود ما وامگذار. عاقبت به خیری نصیب همه ما بگردان. توفیق حج مقبول، سعی مشکور، دعای مستجاب، ذنب مغفور نصیب همگان ما بگردان. خدایا ما را یک لحظه و آن به حال خود ما وامگذار. عازمین سفر بیت عتیق را در این سفر یاری فرما. توفیق انجام و ختم اعمال مقبول نصیب بگردان. خدایا تا زنده هستیم ما را در اسلام و قرآن بهره‌مند فرما. جمع ما را حاجی بگردان، حاجی برگردان، حاجی بمیران، حاجی صحرای قیامت محشور بفرما. خدای ما را با همون حال و هوای معنوی حج صحرای قیامت محشور ما بفرما. خدای ظهور ولی نعمت ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف معجل فرما. وجود با برکت همه مراجع ازام تقلید مخصوصا مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى فیاض از سلامتی و شفای عاجل بهره‌مند گردان. نهد الی ارواح المؤمنین و المؤمنات شهداء ثواب الفاتحه مع الاخلاص و الصلاه.